مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. بعد از ظهر امروز خبری محرمانه به دست ما رسید که در نگاه اول این خبر حاشیه‌ای می اومد و دروغ. بعد از اون با استعلاماتی که انجام دادیم و دو سه تا از دوستای خودمون رو پیگیری کردیم که این قضیه رو بررسی بکنن، متوجه شدیم که وحید خزایی، مرد پرحاشیه اصطلاحاً تلگرامی و اینستاگرامی، در حال بازگشت به ایرانه که در طول ماهای گذشته یا بهتر بگم سالهای گذشته در شبکه‌های مجازی طوفانی از حاشیه‌ها رو به پا کرده بود و جنجال‌های زیادی رو داشت در فضای مجازی. بعد از اون هم چندین بار پیجش بسته شد تا اینکه امروز خبر رسید که قراره برگرده ایران. و می‌دونید که وحید خزایی پاسپورت حتی ایرانی هم نداشت و بدون هیچ مدرک شناسایی از راه کوه فرار کرده و رفته بود ترکیه. یک مصاحبه تقریبا کامل رو هم من با وحید خزایی انجام دادم که تا این لحظه پخش نکردیم. حالا شاید بعداً در رسانه پشت پرده تصمیم بگیریم که این مصاحبه رو پخش بکنیم. زندگی وحید خزایی از روز اول تا ماهای گذشته و جالب بود این مصاحبه، شاید تصمیم بگیریم و پخشش بکنیم. اما وحید خزایی، تصاویری که بعد از اون منابع ما در اختیار ما گذاشتن از فرودگاه استانبول، متوجه شدیم که وحید خزایی در حال دریافت کارت پروازش است که می‌بینید روی تصویر و بعد از اون هم ساعت 10 شب به وقت محلی یعنی ترکیه با هواپیمای، اگر اشتباه نکنم، ماهان به سمت ایران پرواز کرد. و جالب اینجا هستش که پای هواپیما و در کنار اصطلاحاً گیتی که مسافرها وارد میشن توی سالن، همونجا یک ماشین وایساده بود. تصویربرداری کردن از وحید خزایی و پای هواپیما بازداشت شد. حالا بعد ببینیم که در روزهای آینده پروندهش به کجا میرسه. وحید خزایی که پرونده پروپیمونی هم داشته دیگه، یعنی از بالا تا پایین افراد رو بهشون حالا توهین کرده بود یا کارهای دیگه کرده بود. امیدواریم که حالا اون چیزی که صلاحشه پیش بیاد و ما خودمون راضی نیستیم که حتی کسی آسیبی ببینه یا اذیتی بشه و هر کسی که واقعا عدالت جهانی میگه، حالا نه عدالت داخلی، نه عدالت جهانی میگه، یک حکم منطقی براش صادر بشه. ای کاش حتی ما راضی بودیم که بازداشت هم نشه، حالا بخشیده بشه. شاید هم این اتفاق بیفته، حالا یه چند روز ببرنش و بعد از اون هم آزادش بکنن. ولی خب تا آخرین خبری که ما داشتیم این هستش که وحید خزایی سفارت ایران در ترکیه براش پاسپورتش رو صادر میکنه. شاید هم بهش وعده و وعید یه قولی داده بودن که برگرده ایران، پروندهش اصطلاحاً درست بشه و توی اولین پروازی که از ترکیه به سمت ایران بود وحید خزایی به ایران برگردونده. حالا بعد ببینیم که در روزهای آینده پروندهش چجوری میشه. در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید که بتونید ویدیوهای جدید و خبرهای جدید رو هم دریافت کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.